سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ورک فلو درست کردیم که بیاد و پست گذاری لینکدین رو اتومیت بکنه. یعنی ما فقط با ورودی اینکه کی پست بذاره خودش پست میذاره. حالا چطوری؟ خیلی ساده. من اومدم یه ورک فلو درست کردم که از سایت های گاردین و تک چرچ بیاد RSS بخش Artificial Intelligence رو بگیره، یعنی بلاگ های مربوط به Artificial Intelligence رو بگیره، فیلتر بکنه و بیاد مقاله رو بنویسه، مقاله رو بررسی بکنه و ببینه کدوماش بهتره و بعد پست رو بنویسه و عکس رو بگیره. عکس رو خودش نمیسازه، عکس رو میگیره از ما و داخل لینکدین پست میکنه. همونجور که میبینید این پستش هست و البته پست های دیگه هم دارم، یعنی همین الان گذاشتیم. ما بزنیم میبینیم این در اصل باید بریم روی پروفایل. آره میبینید که 21 ساعت پیش، 28 دقیقه پیش. اوکی، میایم ورک فلو رو قدم به قدم توضیح میدیم. فقط یه نکته من بهتون بگم که چرا عکس رو میگیره. به خاطر اینکه ما باید بیایم و یه عکس رو که AI generated بهش بریم قدم به قدم توضیح بدیم که اصلا این ورک فلو رو من چجوری درست کردم. اول از همه یه فرم میگیره. من الان تست رو میزنیم و تاریخ امروز رو میدیم، سابمیت میکنه، میره جلو. همونجور که میبینید نوشت، داره مینویسه. برمیگردیم توی فرم، اوکی، نوشت. من میام اینجا میگم که یه پرامپت بنویس. قبلا استایلمو به این صفحه دادم، برای همین میدونه چه پرامپتی بنویسه. استایلمو براش تعریف کردم و چون هنوز اخبار تازه‌ای هم نیومده، پستمون دقیقاً همونه که برمیگردیم اینجا تو گوگل استودیو، بخش جنریت مدیا، تو جنریت ایمیج و دقیقاً الان درست شد. دانلود میکنم، برمیگردم اینجا. این قدیمیه، اینه که چوز فایل رو میزنم، میجم انتخاب میکنم و سابمیت. تموم شد. الان من بیام اینجا رفرش بکنم، من اکانت تستم بود و اکانت تستم اینجا ارور داده. مشکل نداره، ارورمون رو رفع میکنیم، کانکت رو میزنیم. اوکی، درست شد. تست رو میزنیم، برمیگردیم رفرش و بله، همونجور که میبینید پستمون گذاشته شد. اوکی، پستمون هم باز میکنیم ببینیم تر و تمیز هست یا نه. آره خیلی باحال و داستان سرای طور داره قشنگ توضیح میده و عکس رو گذاشته. اوکی، برمیگردیم. همونجور که میبینیم این ورک فلو خیلی پیچیده نیست، ولی در این حال میتونه پیچیده بشه. برای همین میریم قدم به قدم با هم توضیح بدیم که چطوری اون رو ساختیمش. خیلی هم سریع میخوایم پیش بریم. اوکی، شما اینجا میان چیکار میکنین؟ یه فرم انتخاب میکنید، جنریت میشه، انتخاب میکنین. اتنتیکیشن نمیخواد، اسمشو من گذاشتم، تایتلش هرچی میخواین بذارین
و بعد من بر معیار این گذاشتم که آره تاریخ بگیره. مثلا شما میتونید بیا اینو ویرایشش بکنین، بگین که آقا تریگر چی باشه، مثلا روزانه بذاره برا من، مثلا مهم نیست. من اومدم یه اف نوت گذاشتم، گفتم آقا تاریخ الان تاریخی که گفته رو بگیر یوزر و با تاریخ الان مقایسهش. اگه مساوی با الانه خب اوکی ترو، اگه فالسه حالا بعدا فالسش رو درست میکنم، فعلا مهم نیست برام. RSS فیدامو اضافه کردم، بچه دقت بکنین. RSS رو اضافه کردین، میایین اینجا و دقیقا این لینک رو میدین. حالا هر لینکی که مربوط به حوزه شماه باش جایگزین باید بکنید. بعد اومدم مرجش کردم، مرجم هم اپنده، خیلی ساده. ببینید مرج تموم شد. داره فیلتر کردم که بر اساس این دیت فیلتر بکن و اسپلیت بکن. اومده قشنگ برای من جدا کرده تاریخ ها رو و گذاشته. بعدش 9 تا آیتم داده. کامباین کردم با یه تیکه کد که آره ببین این مقاله ها رو دقیقاً که تر و تمیز بکنم یکم. این الان لینک ها همه جداه، الان همه رو درست کردم. این خیلی ساده شما میتونید با چت جی پی تی این کد رو بنویسید که بگید آره اینا رو لطفاً برای من همه ی آیتم ها رو تایتل و لینک و کانتنت و نمیدونم اسنیپتش رو کپی بکن و اینجوری به صورت آرایه به من تحویل بده. یه رشتهش کن به جای اینکه مثلا 100 تا رشته باشه. اوکی. اومده یه نود اوپن ای آی اضافه کردیم. اوپن ای آی مسیج مدل. بچه‌ها در رابطه با کردنشال اوپن ای آی که رایگان داشته باشم یه ویدیو دارم، میتونید ببینیدش، براتون میذارم همینجاها احتمالا. اومدم مدلش رو گذاشتم با آیدی من انتخاب کردم 4 و 1 و تو پرامپتم بهش گفتم که تو یه پروفشنال ای آی اتوماسیون هستی که حالا زمینه کاری منه فعلا و میتونید رو تغییرش بدید دیگه بر اساس خودتون. تسکت اینه و بعد این کارو بکنی. اینم بعد این قالبی هم هست که باش سر و کار داری و اینم مقاله هایی که من بهت دادم. یعنی این جیسون رو میبینید، این جیسون رو من آوردم اینجوری تق کشیدم اینجا و درست شد. همین. لینک رو به ما میده، انتخاب میکنه مقاله ما رو. دقت بکنید تو کانتنت، تو لینک، اینکه چرا بهتره این مقاله رو اینجا نوشته. ما نیازش نداریم. لینک رو گرفتیم کپی کردیم اینجا، خودش بهترین مقاله رو الان انتخاب کرده هوش مصنوعی که الان ما باش پست درست بکنیم. بعدش اومدیم ببخشید اینو توضیح نداریم HTTP request ما درست کردیم، اومدیم اینجا get و لینک رو بهش دادیم، اینجوری انداختیمش اینجا و همین، هیچی دیگه نیاز نداره. HTMLش رو فیلتر میکنیم چون اگه دقت بکنید الان نگاه کنید پر تگای HTML. ما نمیخوایم اینا رو، ما فقط کانتنتش رو میخوایم. الکی مدلتون رو توکن سوزی نکنید، بهینگی واقعا مهمه. این مقاله رو الان برام آورد تر و تمیز. خب من دوباره یه AI Open AI نود اضافه کردم، مسیج مدل GPT-4o1 و اینجا تو اکت اومدم چیکار کردم، میگه که توی اکسپرشن توی پرامپتم اومدم گفتم که آره تو یه استوری تلر خفنی برای که لینکدین مقاله لینکدینی بنویسی، پست لینکدینی درست بکنی، آوتپوتت باید اینجوری باشه و اینجوری براش توضیح دادم که چه شکلی بنویسه. حالا اینم باز شما میتونید تغییر بدید و اون چیزی که دوست دارید رو جایگزینش قرار بدید. و کانتنت هم اینجا گرفتم کشیدم انداختم اینجا و همونجوری که میبینید اینجا اون مقاله رو آورده و قراره بیاد این مقاله رو به صورت داستان سرایی شده تبدیل به پست لینکدین بکنه از زبان من و لحن من. اجرا میشه این بخش، برمیگرده توی فرم، میگه که اوکی. ببینید دقت بکنید بچه‌ها، فرم اضافه کردم اینجا، همینه، هیچ فرقی نمیکنه. نکست فرم پیج رو زدم اینجا و دیفاین بلو کردم، گفتم اوکی ببین پست ایمیج باشه، فایل باشه و همین. میتونستم اینجا محدودیت بذارم که آره فقط JPEG بگیر یا فقط PNG و بعدم گفتم دیسکریپشنت هم
این باشه. حالا دیسکریپشن چیه؟ اینجا بهتون نشون میدم. کانتنت. چرا؟ چون من بیام سری کپی پیستش بکنم یه عکس براش درست بکنم دیگه. حالا اگه مثلا دوست نداشتین اینجوری باشه، فقط میتونین بهم پیام بدین و من براتون ویرایشش بکنم و اصلا هر جوری که شما دوست دارید باشه، به صورت شخصی سازی شده با یه هزینه معقول. خدمتتون بگم که اوکی، فرممون درست کردیم و میریم بعدی. این بخش غول ماجراست بچه‌ها. حالا جریان چیه؟ جریان اینه که توضیحاتش که اینجا ببینید خیلی ساده است. فقط بحث اینجاست که ما باید لینکدین اکانتمون رو کانکت بکنیم. چجوری لینکدین اکانتمون رو کانکت بکنیم من بهتون یاد میدم که خودتون هم بتونید اضافه بکنید این کار. ما باید اول از همه داخل حساب کاربریمون یه کامپانی پیج داشته باشیم. این کرییت کامپانی پیج رو بزنید، درست بکنید و الان که میبینید من دارم دیگه. این مال لینکدینه، این مال اتوماسیون نیست. من بخوام واقعا خیلی واردش بشم عمیق، این بخش به من ربط داره که من میام داخل developer.linkedin.com و create app رو میزنم. create app رو که زدم براش اسم انتخاب میکنم. براش اسم انتخاب که کردم برام چی کار میکنه؟ میام اینجا این URL رو کپی میکنم فقط تا همینجاش، اینو کپی پیست میکنم، خودش آورد. باریکلا، درسته. پالیسی نیاز نداره، فقط لوگو براش آپلود بکنید. حالا من یه لوگو مثلا رندوم آپلود میکنم اینجا، بعدم خوندم و کرییت اپ. این کار که شما انجام دادید بعد 2 تا کار بکنید. اول از همه این ریکوست، پس ساینین رو گرفتیم، شیران لینکدین هم میگیریم، میایم تو setting وریفای رو میزنیم، generate URL، کپی، باز میکنید این URL رو. باز که کردید وریفای رو میزنید، همون شد. I'm done. رفرش میکنید، میایین داخل آت باید چی کار بکنید؟ اینجا authorize direct URL تون میایید کپی پیست میکنید. add. این چیه حالا؟ اینه دقیقا اینه. اینو کپیش بکنید، بیاید اینجا، اینو میبندیم، میایم اینجا، اینو کپی پیست میکنیم، آپدیت میزنیم. آپدیت رو که زدیم میایم اینا رو کپی میکنیم. اینو کپی، کلاینت آیدی، کلاینت سیکرت. این 2 تا تیک هم خاموش میکنید. الان من ریکانکت رو میزنم، همونجور که میبینید یوزر پسورد از من میخواد. ساینین، تموم شد. شما متصل شدید. تبریک میگم. خیلی کار سختیه واقعا. لینکدین نمیدونید چرا من اذیت کرده. شاید مثلا بالای 5 ساعت من لینکدینه بهش ور رفتم تا درست بشه. و اوکی، مقاله رو میذاره براتون. اینم خروجی که دیدیم همونجوری. حالا من بخاطر اینکه شاید اکانت لیمیت نشه، چون هنوز قوانینش رو نخوندم دیگه، همین الان نمیذارم چون خیلی زوده. ولی پستو که ما دیدیم دیگه. برای اینکه این ورک فلو رو دسترسی داشته باشید میتونید بیاین داخل کانال آقای رابین هود تو تلگرام، یا مستقیم بهم پیام بدید، کامنت بذارید، هر جا بالاخره یه راه ارتباطی باهاتون پیدا میکنم. موفق باشید. بدرود.